سلام دوستان، امروز با شما فرمولای یسلی رو میفهمونم با زبان انگلیسی if. این بسیارتر برای معلمان در کار می شود، برای سنجیدن بهاها. در اینجا می نویسیم پلوس یسلی، تب رو زیر می کنیم، بعدا می نویسیم بدو، مثلا اگر از 50 خورد باشد نقطه ویرگول نخونک، از 50 خورد باشد بالش نگذشت. نخونک رو میپوشم، نقطه ویرگول میگذارم، وگرنه گذشت، از امتحان گذشت. نخونک رو میپوشم و قوس رو نیز میپوشم. انتر رو زیر میکنم. چهره که میبینید بهای منصور از 55 از 50 بال بالا است، 55 بال است، برای همین گذشت نشان داد و این فرمول رو تا پایان استفاده میکنیم با کنترل د. همه طلبه‌ای که از 50 بال پایان گرفتن نگذشت نشان داد. اگر درس به شما پسند آمده باشد، دکمه لایک رو زیر کنید و ابونه شدن رو فراموش نکنید. باقی در امان الله.